سلام، من دکتر سمانه به برنامه تمرین درمان آسیب و پارگی عضله همسترینگ خوش اومدید. اولین تمرینمون رو به کمک صندلی میخوایم انجام بدیم. حالا ازت میخوام که روبروی صندلی بایستی و پایی که مشکل داره روی صندلی قرار بدی. و حالا میخوام که پاتو دراز کنی تا حدی که زانوت صاف بشه و حالا یک دم عمیق هنگام بازدم یواش یواش به سمت پات خم شو. تا جایی که احساس درد سوزش نکنی خم شو و در آخرین نقطه‌ای که میتونی تحمل کنی اون حالتو بمون. در این حالت یه چند ثانیه دیگه قرار میگیریم و ازت میخوام تا جایی که ممکنه انگشتای پات رو به بالا قرار بگیره. سر و گردنت راحتن و به پایین نگاه میکنیم. در این حالت کلاً 30 ثانیه میتونیم قرار بگیریم. در این حالت به دم و بازدم معمولیت ادامه بده. و حالا یواش سرتو به بالا بلند کن و میریم برای تمرین بعدی. در این تمرین ازتون میخوام که خودتون رو کنار یک صندلی و یک دیوار قرار بدید. بعد از اینکه خودتون رو قرار دادین ازتون میخوام اون پایی که مشکل داره رو به دیوار و یا صندلی قرار بدین و درازش کنین رو به بالا و پای سالم در حالت راحت و ریلکس میتونه قرار بگیره. پاتو رو به بالا قرار بده تا جایی که زانو صاف بشه و حالا در این پوزیشن کشش پشت پاتو رو احساس کن و کمک کن که کشش پیدا کنه. برای احساس کردن این کشش تا جایی که میتونی انگشتای پاتو به سمت خودت بکش. در این حالت 30 ثانیه قرار میگیریم. حالا یواش یواش پامونو میاریم پایین و ریلکس میکنیم. تمرینات بعدیمونو در مقابل یک دیوار میخوایم ادامه بدیم. در اولین تمرین روبروی دیوار قرار میگیریم. پاتو به عرض لگنت باز کن تا جایی که ممکنه به دیوار تکیه بده و حالا دستات رو کمرت قرار بدی و یک دم عمیق هنگام بازدم. حالا یواش یواش به پایین خم شو، زانوات به روبرو نگاه میکنه و تا جایی که میتونی به پایین خم شو و بعد یواش یواش به بالا بلند شو. دوباره یک دم عمیق و هنگام بازدم یواش یواش به پایین خم شو. یواش یواش بلند شو. دم عمیق هنگام بازدم خم شو به پایین. و حالا یواش یواش به بالا بلند شو. دم عمیق هنگام بازدم خم شو. و حالا یواش به بالا بلند شو. دوباره یک دم عمیق هنگام بازدم خم شو. و حالا یواش بلند شو و حالا میتونی استراحت کنی. در تمرین بعدی روبروی دیوار قرار میگیریم. دستاتو به عرض شونه باز کن و پایی که مشکل داره رو جلو قرار بده. زانوش خم باشه و پایی که سالمه رو به عقب دراز کن تا جایی که زانوش صاف باشه. حالا یک دم عمیق هنگام بازدم سعی کن زانوی پایی که مشکل داره رو به جلو حرکت بدی. برای این کار یک کم خم شو و به جلو حرکتش بده و تا جایی که میتونی پای سالمت رو از پشت کشش بده. در این حالت 10 ثانیه قرار میگیریم. فرض کن که با دستات داری به دیوار هل میدی و برای این پایی که مشکل داره رو به جلو حرکت بده. و حالا شل کن پاتو. دوباره یک دم عمیق هنگام بازدم حرکت رو شروع کن. هنگام خم کردن زانو دقت کن که از انگشتای پات جلوتر نره. و حالا شل کن. میریم برای تمرین بعدی. تمرین بعدی رو در مقابل یک دیوار و یا صندلی میتونیم انجام بدیم. حالا ازت میخوام که صاف بایستی و پاهاتو به عرض لگنت باز کنی. و حالا یک دم عمیق هنگام بازدم میخوام که پاشنه‌های پات از روی زمین به بالا بلند کنی تا جایی که میتونی به بالا بلند کن. و در این حالت 5 ثانیه قرار میگیریم. یواش پاشنه‌های پاتو بذار رو زمین و دوباره یک دم عمیق هنگام بازدم به بالا بلند کن. این بار 10 ثانیه در این حالت قرار میگیریم.
یواش پاتو بیار پایین و دوباره یک دم عمیق. هنگام بازدم به بالا بلند کن و این بار 15 ثانیه در این حالت قرار میگیریم. یواش پاشنه‌های پاتو بیار پایین و دوباره یک دم عمیق. هنگام بازدم به بالا بلند کن. این بار بین 15 تا 20 ثانیه قرار میگیم در این حالت. یواش پاتو بیار پایین و حالا میریم برای تمرین بعدی. تمرین بعدی رو به کمک صندلی و یک کش پلاتس میخوایم انجام بدیم. کش پلاتس رو به مچ پایی که مشکل داره و آسیب دیده قرار میدیم. و حالا تمرین رو در حالتی که ستون فقراتت صافه و سر و گردنت راحت به روبرو نگاه میکنه شروع میکنیم. پاتو به جلو دراز کن تا حدی که زانوت صاف بشه و حالا دم عمیق. هنگام بازدم پاتو به سمت عقب خم کن تا جایی که میتونی و در آخرین نقطه‌ای که تونستی خم کنی چند ثانیه در اون حالت قرار بگیر. و حالا یواش پاتو به جلو باز کن و حالا یواش به عقب سعی کن که پاتو خم کنی. وقتی که پا رو به عقب خم میکنیم باید یه مقاومتی در برابر کش انجام بدیم. دوباره پاتو به جلو باز کن و حالا یواش به عقب خمش کن. باز کن پاتو و بعد دوباره خمش کن. این تمرین رو 12 تکرار میخوایم انجام بدیم. اگر حاضری با همدیگه شروع کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. و حالا میریم برای تمرین بعدی. در این تمرین رو به صورت میخوایم دراز بکشیم و به کمک یه حوله تمرین رو میخوایم انجام بدیم. ازت میخوام که رو به صورت دراز بکشی و حوله رو زیر زانوی پایی که مشکل داره قرار بدی. حالا میخوایم یک دم عمیق بگیریم و هنگام بازدم سعی کنیم که زانومون رو خم کنیم. یعنی پامون رو به سمت خودمون بکشیم که زانومون شروع کنه به خم شدن. اگر برات سخت نیست میتونی از دستاتم کمک بگیری و به خم شدنش کمک کنی. و یا میتونی از یک کش پلاتس و یا یک ملحفه استفاده کنی. در این حالت 5 ثانیه قرار میگیریم و حالا یواش پاتو باز کن. دوباره یک دم عمیق. هنگام بازدم شروع کن به خم کردن. تا جایی که میتونی خم کن و در آخرین نقطه 5 ثانیه قرار بگیر. پاتو دراز کن. دم عمیق و هنگام بازدم شروع کن حرکت رو. تا جایی که احساس درد نمی کنی پاتو خم کن و در آخرین نقطه قرار بگیر. یواش پاتو باز کن. دم عمیق. هنگام بازدم پاتو شروع کن به خم کردن. یواش پاتو باز کن. دم عمیق و هنگام بازدم دوباره پاتو شروع کن به خم کردن. و حالا یواش پاتو باز کن. به پایان این ورزش درمانی رسیدیم. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.